مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم. سلام و درود به پایان. السلام علیکم بیننده ها و تماشابینان عزیز ما. امروز جماعت تبریکاتی ما در طرفخانه بنیادکه برای تبریک کردن معلمه عزیز خوانندگان شراپا و الهامیاتی را در جشن زادروزشان از نام تمام خوانندگانشان همچون سورپریز تیار کردیم. البته پیشکش شما میکنیم با ما باشید. با شبکه شنان با آغاز میکنیم. رفتیم. حبیبی دل پریشانم، فقط مادر دل سوزد، مسافر گردی و تنها. السلام علیکم مهمانان عزیز، مردم اهالی عزیز، مهمانان خانواده معلمه عزیز شراپا و همه شمایان را به جشن زادروز و روز تولد معلمه خوش آمدتان میگوییم. برای ما لازم میشوند معلمه شراپا و البته یک قرصک میزنیم برایشان به نسل تکلیف میکنیم. مرحبا. حبیبی دل فقط مادر السلام علیکم. روز تولد را مبارکباد میگوییم. یک تا یاد کنیم امروز انامی که اومده بیمان از نام فرزندان که برای استاد برای معلم هم فرزند خود و هم فرزندی که تعلیم و تربیت دادن نامشون فرزند میحسابند. از نام ختم کننده ها، از نام شاگردان عزیزتان یک تا قرصک میزنیم تکلیف میکنیم. مرحبا. از نام الحمد فرزندان عزیزتان آمدیم. مرحبا. اگر درد کنم جانم، فقط مادر میسوزد، بشم بی تب بسوزاند، فقط مادر میسوزد. مسافر گردی بود تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانم، فقط مادر میسوزد. مسافر گردی بود تنها در این دنیای پر غوغا، حبیبی دل پریشانم.
فقط مادر میسوزد مبارک باشد. میخش با تو تنها دعا خونم فقط مادر میسوزد اگر یاری تو عذاب شد اگر ناآمدی کار شد و این ناآمدی ستانه فقط مادر میسوزد اگر یاری تو عیار شد اگر ناآمدی کار شد و این ناآمدی ستانم فقط مادر میسوزد فقط مادر میسوزد. معلم صاد روز مبارک. همینجا یادم با نزدیک کلیسا از این طرف. امروز روز تولد است. امروز شما را از نام همه فرزندان عزیز که با یک مهر و محبت مادری با وای رسانده. این فرزندان شما را بسیار دوست می داشتند. برای هر یک شاگرد البته استاد، معلم، قهرمان زندگیشون هستند. امروز آن مهنت، آن ثمری که و البته آن مهنت حلالی که برای همه فرزندان شما تعلیم و تربیت دادید حضورش را می‌بینید و البته می‌خواستیم به نزد شما باز یک استاد آموزگار خلیل آوا را تکلیف کنیم. مرحمت معلم خلیل آوا شما هم نزدیکتر می‌استید. می‌گویند ما در انهوان دبستان در مکتب یک دو مادر داشتیم که نامشون معلم و استاد بود. معلم مرحمت به شما هم نزدیکتر. مرحمت. دانش شما نزدیکتر هستیم. از نام شاگردان مرحمت. سلطانی من چشم و چراغم مادر تنها کنی گلزاری باغم مادر بعد از خدا تنها امیدم مادر من با دعایم رو سفیدم مادر مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغی معلمه های عزیز مبارک باشد. روزی خورسنده را مبارک باد میگویم. فقط مادر میسوزد معلمه خلیل آوا هستند که حزل و شوخی خورسنده خوش چکچکی است. هزار رحمت میگویم معلمه. پریشانه فقط مادر میسوزد مسافر گردی و تنها. معلمه های عزیز امروز این سورپریز این غری چشمداش است که از نام شاگردان عزیز نهالی که شمایان زیر زمین مانده اینها البته صاحب میوه شده ثمرش را داده ایستادند. من همه فرزندان عزیز میگویند تا جهان باقی است ای آموزگار تا جهان باقی است ای آموزگار نامی تو ماند در جهان پایدار چون که تو در دلهای انسان مانده هیکل از علم و دانش یادگار. در حقیقت معلم استاد در قلب شاگرد یک هیکل میگذارد هیکل قهرمانی زندگی را. ما در حقیقت در چهره استادان میبینیم یک استاد معلم صاحب کسب پرشرفترین و البته همیشه در حرمت خلق هستند. شما را دوست می‌داریم. زادروزتان روز خورسندی مبارک باشد. میگویند چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو جامی عاقل و فرخنده باشی چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز روز خورسندی مولود خجسته را برای شما مبارک باد میگویم. خدا کند با چنین سورپرایزها با چنین یک کیفیت اعلی البته نصیب کرده باشد. هر بار نیت میکنیم خداوند کریم را شکرانه میگویم که با آن نیت ها ما میرسیم.
نیت میکنم در این روز خرسندیتان که هر دویتان ما باز یک سورپرایز کنیم و زیارت کعبةالله فرستادن نصیب کند میگویم. حاضر برای شمایان برای هر دویتان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. مهمانان اگر قرصک زنیم از نام شاگردان برای استادانی عزیز تقدیم میکنیم. زادرس مبارک باشد میگویم. مرحبا. و البته گلدسته های زیبا از نام شاگردان. بیانا با نزدیکتر ایستیم معلمه ها بیانا با نزدیکتر ایستیم. عبدالله جوان کفتر. البته برای شمایان امروز فرزندان میگن مادران ما هستند، دوست می‌دارم ایشان همیشه باشند. و البته برای شمایان رمز تشکر یک تارت شیرینی زیبا را تیار کردیم. می‌خواستیم شیرینی را پیشکش کنم. مرحمت شیرینی را میگیریم از دستشان. مرحمت. С днем рождения, مرحمت. льются поздравления. Мне без разницы, приеду, потому что день особый. На того календаря, хоть на Мазде, хоть на Volvo, хоть на Жигули да Porsche. Ничего زادرس مبارک. مرحمت شاگردان برای استاد مهرانه مرحمت. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. زادرس مبارک. معلمه خلیلова شعرهای تیار کردن. لفظ شیرین که تیار کردی. یک تبریک بگویم از نام شاگردان. مرحمت. السلام علیکم همه مهمان‌های معلم عزیز مایان. من امروز زادروزی معلمام تبریک میکنم. الهی عمری دراز، رزق فراز، مرتبهشان از اینم زیاد شود. با ماهون هم خواندن، نویسن یاد داده شما با رحمتی کلام. چقدر رحمت گویم هم کمو. از نام همه شاگرداتان تبریک میکنیم. معلمه خلیلова بایم تبریک میکنم. байрамҳои гузаштагиотон кати илоҳим пиру ба давлат шавед. ҳама вақт ҳам хел хушрӯ хандида гардед. رحمت تشکر. البته در هر صنف پسران شرمگین میشن و رقص و فعال میشن. حاضر رقص میبینیم. حالا در اینجا باز یک معلمه هستن، خواهرشان معلمه شراپова. ناراحت نشون همین بلندیات رو پیششون ما دراز میکنیم. تبریک میگیم که در قلب البته هر مادر نام فرزندان میگیرد. صدقاً صمیمانه تبریک میگیم هر مسافران را خداوند کریم در پناه خودش نگه دارد، صاف رفتن سلامت بیایند. مرحمت معلمه. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید. نوری دیده تاج سرم. من امروز این دو آموزگار را با این روز نکویشان خواهرم را با روز تولدشان تبریک و مبارکباد میکنم. و اینها عمری دراز، تنصیحاتی، خاطر جمعی میخواهم که هر روزشان همین خیلی با مهمان ها پر با شاگردان پر باشد
میخواهم که همه وقت در مابین خنده و چهچهه باشد. شعرهای زیبا دارد به وصف مادر. مرحمت. السلام ای نوری دل ای نوری دیده، سلام ای مردمی فرهنگ دیده، سلامی ماست پیکی شادمانی، سرود است و درود است و جوانی. سلام صمیمی ترین واسطه کلید برای ورود به قلب هاست. السلام علیکم مهمانان عزیز، من آنا جانم را با روز زادروزشان تبریک و مبارکباد می نمایم. به آنها اول صحت سلامتی عمری دراز تمنا دارم. هیچ وقت از لبانتان خنده دور نشود، چشمانتانم را دیدتان غم را نبیند. 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. همه وقت با وقت مایان صحت و سلامت کردید. رحمت. تشکر میگویم. مبارک باشد. تشکر. زادروز مبارک. مهمانان عزیز، اگر قیمت‌ترین وقت شما گنجینه شما را گرفته باشیم حضور می‌خواهیم. اکنون از هر یکی شما التماس می‌کردیم بمانید باشیم، کیفیت زیبا برای شما بخشیده باشیم. یک می‌خواهیم ما در این باد و هوای زیبا همراهی شاگردان و خویش و تباران رقص و بازی خرسندی را دوام می‌کنیم. معلمه‌های عزیز روز خرسندی را بار دیگر از نام شاگردان مبارک باشد می‌گوییم. البته تشکرهای معلمه را برای شاگردان میشنویم. مرحمت. السلام علیکم خویشاوندان عزیز، خداهای عزتمند، شاگردان مهربان و غمخوار، خوش آمدید به این تالار زیبا. به بزم جمشیدی ما نوری دیده تاجی سر میگویم. من منت دارم که وقتی خود را دریغ نداشته در اینجا تشریف نماید. باز یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. اولا بار من کلم ملایم را دختری خودم کلم ملایم را بازاد روزشون تبریک میکنم. به این کس اول عمری دراز صحت سلامتی، بعد به یگانه سرم کمالدین کشت پیر شوم، پیرو به دولت شوم. این کس همیشه شخصی به فرزندانشون مهربان، مهمان دوست، محنتکش و کارهای خانه چکان. اولا بار با ایرکه و مامورایتی منتداری خود را اظهار میکنم که همین خیل فرزند را تربیه کرده به من سپاریدن. رحمتی کلان میگویم و شاگردان عزیزم که مرا حرمت کرده، عزت کرده، اعتبار داده به اینجا تشریف کرده. رحمتی کلان میگویم. میخواهم همیشه شما اونم خوشبخت باشید، حضور فرزندها رو بینید. در آینده در همین عالم چه خیلی که خرسندی ها هست، همه‌اش برایتان تمنا دارم. رحمتی کلام شامدید نوری دیده. رحمت. تشکر میگویم. مبارک باشد. زادروز مبارک. همیشه مانند امروز خرسندی، اشک شادی همراه شما باشد. مرحمت. اکنون بعد از اشک میرقصیم، خرسندی میکنیم زادروز را. البته آن مهنت هایی که هر دوی شما برای شاگردان داده همیشه در حرمت شاگردان باشد میگویم. مرحمت. سرودهای شب یک جای مهمانان میرقصیم، خرسندی میکنیم. خوش آمدیدتان میگویم. مرحمت. السلام خوش آمده، نظمی کار سلامته، کی بازن آمده، ای بچه خوش آمده. السلام خوش آمده، نظمی کار سلامته، کی بازن آمده، ای بچه خوش آمده. You're
Yeah.
اینک بیننده های عزیز امروز بزم زیباروزی خورسندی جشن زادروز رو با یک درجه اعلی همراه شمایان پیشکش کردیم. با ما باشید با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید.